بچه میدونی استاکر داشتی تا الان؟ آره چرا این ببین چقدر داشتی مگه؟ نه ببین من یه کتاب زندگی نامه مارلون براندو رو میخوندم، بعد توی زندگی نامش داشت تعریف میکرد که یه خانومی بود که اذیتش میکرده هی و میترسیدین ازش. بعد من اون موقع میگفتم حالا میشه چرا باید بترسی؟ میگه آقا نه نکن از این کار و این چیزا. بعد یک تایمی امیرحسین یهو دیدم که یک خانومی تمام اجرای منو میاد. بعد من میومدم از سالن بیرون دیگه گفته بودم خانم ما 3 بار با هم عکس گرفتیم دیگه، بس میخوان چیکار کنی عکس‌ها رو شما؟ یعنی دیگه مجبور شدم این رفتارو. بعد که میومدم وایساده بود یه گوشه خیابون اینجوری نگاه میکرد و خیلی ترسناک، هر روزم میومد اجرای من. بعد یه بار توی اینستاگرام تگ شدم، رفتم دیدم شمعای انقدی گذاشته بود روش عکس مثلثی تا بالا. انقدر ترسیدم خدا مامانم زنگ زد گفتم این دعانویس و این چیزا نگیرن زندگی ما رو بیچارهمون بکنن آدمو. بعد دیگه اجازه ندادم این مشخصاتشو به بچه‌ها میدادم، میگفتم اصلا دیگه نیان تو ایشون، اصلا اجازه ندید. بعد توهم ببین دیگه بنده خدا چقدر ترسیده به مامانش زنگ زده. آره ببین چون خیلی از دعانویس و اینا میترسیدی؟ آره بابا به مامانت اسم مامانت چون ببین اشتباه میکنن. اسم مامانم واسه چی میخوای بدونی؟ دوستون قمه منو بیار. بعد چیه؟ امیرحسین بعد نه برای چیزه این. آره برای همون میدونم دارش. بعد یه جالب بود.